دوستان عزیز، رقابت تیمور رحیموف با گورام توشیشویلی، یکی از ستاره‌های درخشان جدای جهان، در مرحله 4 نهایی ببینید با همون ده اشی هرایی که موفق شد بر مقابل گورام نیز کوشش میکند. حصول زخمات بولو تیمور رحیموف از گورام شناخت خوب دارد و ویچسلاف و گورام کرد زرد اولین جزا نه اینجا قضاوت نشد. گورام یک طرفه می داشت، یعنی نمی گذاشت اینجا در دفاع بود، لایق بود، یعنی در دفاع با کرد زرد جزا ولی نشد. به هر حال تیمور رحیموف و وزاری اینجا چرا افتیش چندان پیخست نمیشد به وزاری نزد اول تیمور اجرا کرد و بعدا در برزید حمله تیمور توشیشویلی همون را اجرا کرد. ادامه رقابت رو ببینیم. تیمور رحیموف در اصول معمولی کمیکات از قسمت بالا اینجا شیدو و توشیشویلی، این باید دویمین شیدو میشد ولی ویچسلاف گذشت کرد، شیدوی اول رو نداد به خاطر که توشیشویلی ورزشکاری با تجربه. تیمور رحیموف از این ورزشگر شناخت خوب دارد ولی اجرای یک اصول بالای شانه همون سیونگ به نتیجه بود. بسیار خطرناک است برای تیمور همین اصول، چون که توتشویلی اصول دوست داشته شما می باشد. شیدوی اول با تیمور شیدو برابر شدند. از نظر کارت‌های زرد جزا نتیجه برابر است. تیمور رحیموف زیدی حمله و یک اوچیماتا ببینید با چی سان تا آخر نرساند تیمور رحیموف، ولی به هر حال اجرا کرده از سمت چپ. تیمور رحیموف براتیبه دیگر کمیکاتای مورد نظرش رو میگیرد. بار دیگر این قدرت جدای جهانی از ببینید چگونه با او دست و پنجه نرم میکند. اما ویچسلاف با تیمور نظر میکند. احسن، واقعا این مراتبه در مقابل این قدرت جدای جهانی تیمور خوب ایستادگی کرد. تیمور در مقابل این ورزشگر باید ایستادن در کار نیست، همین حالت ده، چون که حرکت کردن در کار یگان اصول اجرا کنند، ولی پیشرفتی توتشویلی است، چون که تیمور باید کار کنند در این حالت. چون یک وزاری علاقه هست، یک وزاری برای توشش وقت 1 دقیقه و 50 ثانیه، ولی تا این جایی که یعنی مشاهده می شود تیمور رحیموف در برابر توشیشویلی بسیار خوب و با یک تاکتیکای جدید آزمایی میکند. موقعیت برای گرفتن کمیکات بالا و فالشاتاکا. اینجا دفاع ببینید، این خیر رقابت است. باید زیدی حمله نشان داد ولی توشیشویلی خود را به زمین افتاد. اینجا باید داوران رو به نوبت بگیرن یا نه؟ من شما همچون داور چی میگوید؟ من کارد زرد جزا داده نشد. ببینید در حالی که فالشاتاک بر اعلای احساس میشد و توشیشویلی کارد زرد داده نشد یا شیدو. توشیشویلی اکنون با چشمی راست در مقابل تیمور رحیموف ایستاده است. قد از خطرها راهی نجات می جوید. بله درست، تیمور باید از همون کمیکات بالا را بسیارتر استفاده برد. جفتی گریبان حریف را محکم می دارد تیمور رحیموف. وقت 57 ثانیه، ثانیه های پایانی وقتی اساسی است. بله یک وزری اگر همون سیونگ ماندن در کار نیست، چون که جواب گرداند تیمور رحیموف. بله، چون که حرکت بکنن که همیشه سیونگ را استفاده برد. حداقل برای فعال بودنش اینجا خود رو وانمود میکند که داوران رو فعال نشان دهند. شیدو برای هر دو قپیدنش. ولی اگر اینجا من فکر میکنم عدالت و طرفگیری
چونکه از طرف داور ممکن شد سیمین شیدو وقتی اجرا کردن همون شیدو با ورزشگر گرجستان و ثانیه های پایانی برای تیمور رحیموف یک شانس دیگر هم هست تا اصول های پرتابی اجرا کند. یک مرتبه اوچیماتا مورد نظرش بود. این بار خیلی خوب هنرنمایی کرد تیمور رحیموف در برابر توشیشویلی. 20 ثانیه نیز هنوز فرصت هست. تیمور در فرم ایدئالی خود قرار دارد و ببینیم در برابر این قدرتمند چی کار میکند. ثانیه های پایانی راهی گریز میشوید توشیشویلی. تیمور رحیموف اوچیماتا و یک عملکرد زیبا. ببینید خود رو با شکم افتاند. این راهی نجات است. یعنی 8 ثانیه دیگر وقت مانده است. اینجا یک حرکات دروغین بود، یک هجوم دروغین یا نه. ثانیه های پایانی 7 6 5 4 و اصول های ضربه‌ای تیمور رحیموف به سمت راست میگذرد، ولی باز توشیشویلی ادعا میکند که گویا حرکات تیمور، ولی بله ببینید این شیدو باید بر وقت‌تر داده میشد. با توشیشویلی یک اوچیماتا و نظری در لحظه های پایان. ولی این بار تیمور رحیموف من گمان میکنم خوبتر هنرنمایی کرد، چون که در رقابت بعدی این در مدت 2 دقیقه 38 ثانیه در چمپیونات جهان مغلوب کرده بود. و ما گزارش میکنیم دوستان عزیز بر رقابت بعدی، جایی که کامرانشاه استوپریان در حال رقابت کردن هست.